نمایشگاه از اون چیزی که فکرشو میکنین خیلی شلوغ‌تره معلومتون نشون میدم. واقعا جمعیت زیاده و این تازه یکی از حالها هستش. کم کم با هم بریم جلو و ببینیم به چیا برمیخوریم. یکی از برندهای معروفی که فکر میکنم بشناسیم فوجی فیلم هستش که بیشتر با دوربیناش مطرح بوده، ولی خب توی نمایشگاه بیشتر شما پرینتراشو میبینین. انواع پرینترها رو داره اینجا که ظاهرا کیفیت خیلی خوبی دارن همونطور که میبینین. ولی خب همونطور که گفتم دوربینای خیلی مطرحی هم دارن. از دوربیناشون میتونم اینا رو بهتون نشون بدم که واقعا خفنن. ولی خب نمیدونم دیگه، به نظر من توی صنعت دوربین خیلی جای کار داره همین فوجی فیلم. برندهای مثل سونی، رد، کنو اینا واقعا از آیتم‌های جذاب این فوجی فیلم علاوه بر دوربین و پرینتراش میشه به این شوترهای گوگلیش اشاره کرد. واقعا خوشگلن. کاش از اینا گیفت میدادم ولی خب نمیدم. کم کم اینم غرفه دیگه. بقیه‌اشو توی ریلای بعدی براتون میذارم. حتما فالو کنین که از دست ندید و بتونین ببینین. همراه ما باشین.